به نام خدا. با سلام خدمت شما دوستان عزیز. امروز میخوام در مورد کسب درآمد دلاری از یوتیوب با زیرنویس نوشتن ویدیوها صحبت کنم. برای نوشتن زیرنویس از اپ ها و سایت های مختلف میشه استفاده کرد، ولی من امروز میخوام از اپ CC یا میکس کپشن که کار کردن باش آسان تره استفاده کنم و همونطوری که قبلا قولشو بهتون داده بودم، در این برنامه جزئیات منوهای برنامه CC رو خدمت شما خواهم گفت. امیدوارم که مورد پسند شما واقع بشه و اگر دوست داشتین کانال منو دنبال کنید تا از بقیه آموزش ها که کاملا رایگان هست استفاده کنید و اگر خواستید برای دوستانتون هم بفرستید. برای شروع برنامه در قسمت سرچ گوگل می نویسیم CC یا میکس کپشن و برنامه رو شروع می کنیم. این قسمت نوشته آپدیت، یعنی آپدیت کردن برنامه و ما چون فعلا نیازی نداریم. قبلا این برنامه رو من نصبش کردم و اگر هم بخوایم آپدیت کنیم این چون وقت برنامه رو میگیره فعلا از این صرف نظر میکنم. وقتی آپدیت کنیم به منوهای بروزش دسترسی پیدا خواهیم کرد. پس از این قسمت میگذاریم، وارد برنامه نصب شده قبلی خودمون میشیم، یعنی در این قسمت که نوشته CC. وقتی این برنامه رو باز میکنیم منوهایی که ظاهر میشه در صفحه اول این حالت رو داریم. ما این قسمت نوشته CC کپشن، اینو وقتی کلیک میکنیم قسمت منوهای فعالش به این صورته که اولین منو نوشته استیل یعنی چی؟ یعنی آیتم هایی که داره یکی نوع خط هست، یعنی فونت خط هست. ما میتونیم از فونت های مختلفی که اینجا نوشته استفاده کنیم. میتونیم اینو اسمالش کنیم یا میدیوم یا لارجش کنیم. قسمت بعدی فیل هست، یعنی پر کردن هست. اینو وقتی بزنیم اون به اصطلاح پس زمینه ای که اون میتونه قلمش رو پر کنیم با رنگ های مختلف، کالر پیکر، یعنی اون رنگ های مختلف رو میتونیم برای نوع قلممون انتخاب بکنیم. و قسمت بعدی نوشته استروک یعنی خالی کردن، یعنی ما بدون اینکه اینو در واقع نیاز داشته باشیم و به صورت خالی خطای تو پر نیست و خطای خالی است. قسمت بعدی بک‌گراند هست. بک‌گراند یا پس زمینه ای که مد نظرمون هست رو میتونیم در اینجا از بک‌گراند های مختلف استفاده کنیم. این قسمت نوشته اوپسیتی یعنی میزان کدر و روشن بودن خط رو میشه تنظیم کرد به میزان دلخواهی که مد نظرمون هست. این هم افکت هست، افکت های مختلفی که میتونیم به خط بدیم و یعنی در صفحه ای که زیر نویس هست به این صورت میتونیم حرکتش بدیم و از افکت های مختلفش استفاده کنیم. و اینم نان هست که یعنی ما افکت خاصی مد نظرمون نیست. برمیگردیم به صفحه قبلی. ما در این قسمت گزینه بعدی که داریم منوال هست. منوال یعنی دستی، یعنی اینکه ما وقتی اینو وارد میکنیم نوشته کپشن، یعنی اون زیرنویس رو میتونیم تا 128 حرف در اینجا وارد کنیم و از میتونیم از متن‌های قبلی آماده شده در فرض کن چت جی پی تی و یا توی ورد و موارد دیگه که هست میتونیم از اونها استفاده کنیم و کپی پیست کنیم اینجا، یا اینکه همینجا میتونیم دستی هر چیزی که خواستیم رو تایپ کنیم بعد اوکی کنیم. وقتی این اوکی رو بزنیم این عملا وارد این قسمت اون فیلم میشه که مد نظرمون هست. میتونیم اگر نیاز نداشتیم اینو پاک کنیم. ما فعلا چون با این نیاز نداریم اینو پاکش میکنیم. قسمت بعدی که منوی بعدی نوشته SRT فایل، این فایل هایی که در واقع توی گوشیمون هست. ما میریم داخل حافظه گوشیمون و اگر فایل زیرنویسی از قبل ذخیره داشته باشیم میتونیم از اون فایل زیرنویس اینجا
استفاده کنیم. این مربوط به این کار هستش. بعد ما اگر بخوایم هر کدوم از این زیرنویس هایی که من فرض کنم برای این انیمیشن سگ و گربه زیرنویس های مختلف قبلا و ازش استفاده کردم، اگر خواستیم فرض کنیم این زیرنویس رو تغییر بدیم، کافی است که روی خود زیرنویس کلیک بکنیم. اولین مورد خودمون میتونیم این متن رو تغییر بدیم، یعنی با همین کیبوردی که هست میتونیم متن رو تغییر بدیم. این دیلیت ما میتونیم متن رو کلا پاک کنیم و این تایمینگ هست، یعنی اون زمان سنج هست، یعنی ما میتونیم اون زمانی رو که مد نظرمون هست، این کدوم از این فریم هایی که مربوط به فیلم هست رو انتخاب کنیم که ما وقتی این رو فعال میکنیم این قسمت نوشته استارت، یعنی ما فرض کنیم اون متن که زیرنویسش این سگ و گربه در حال خرید پیتزا در فروشگاه، فرض کنیم این قسمت رو هست، ما میایم اینو میگیم از اینجا استارت بر ما بشه، بعد پایانش هم فرض کنیم میایم میگیم که در این قسمت پایان زیرنویس بشه که این زیرنویس ما به اینجا منتقل میشه. بعد این قسمت اوکی که بزنیم زیرنویس سبز رنگ خواهد شد، یعنی نشون دهنده اینه که این در واقع از این قسمت تا این قسمت زیرنویس این کاربردش به این صورت هست که تو متن اصلی ما میبینیم که از کجا تا کجا این فرض کن سگ و گربه وارد فروشگاه شدن، این زیرنویس رو مربوط به همون قسمت وارد میکنه، یا فرض کن گوینده دیالوگی که گفته باید مربوط به خودش باشه و از اون استفاده. این قسمت بالا میبینه این زیرنویسی که ما بک‌گراند سبزی که اینجا هست، ببینه این بک‌گراند سبز که قبلا انتخاب کردیم اینو برامون نشون میده. حالا میریم قسمت بعدی رو خدمتتون عرض کنیم. قسمت بعدی مربوط به واترمارک هست. کاستومایز واترمارک نوشته. قسمت پایینش نوشته کاستومایز فونت اند کالر اد ان ایمیج، تو پرانتز نوشته یور لوگو، یعنی اینکه اون مشتری هر فونت یا هر رنگی رو که میخواد میتونه اضافه کنه به تصویر خودش در قسمت لوگوی برنامه خودش. و اینجا یک دکمه گت هم داره، وقتی اینو میزنیم میره روی صفحه بعدی. بله این گت هستش. صفحه بعد آپگرید نوشته. آپگرید یعنی اینکه ما میتونیم به روز رسانی کنیم. بعد این قسمت البته پولی هستش، آیتم های مختلف رو آورده با قیمت های مختلف، هر کدوم از اینها که مد نظرتون هست میتونه انتخاب کنه و ازش استفاده کنه برای این برنامه زیرنویستون. مورد بعدی در مورد سیو و شیر هستش، یعنی همین گزینه که الان انتخاب کردیم به محض که اینو انتخاب میکنه وارد واترمارک میشه. قسمت اول نوشته ریموو واترمارک و قسمت دوم نوشته کانتینیو ویت واترمارک. وقتی ما ریموو واترمارک رو انتخاب میکنیم وارد صفحه آپگرید میشه، یعنی به روز رسانی اگر نیاز داشتیم، که این قسمت هم خدمتتون عرض کردم پولی هستش، و اگر هم نیاز نداشتیم میتونیم کانتینیو ویت واترمارک رو انتخاب کنیم. وارد این قسمت میشیم. 3 تا گزینه داره، یکیش نوشته SRT فایل، یعنی ذخیره بشه با فایل SRT، و قسمت دوم نوشته سیو، و قسمت بعدی شیر. این شیر یعنی اینکه به صورت شیر ذخیره بشه، و این هم نوشته 720 پی ویدیو، یعنی ویدیویی براتون با کیفیت 720p جنریت رو انجام میده، ذخیره میکنه و این صفحه جنریت باز میشه که در حال جنریت گرفتن هستش، و چون ما قبلا این کار رو انجام دادیم فعلا اینو کنسل میکنه. و خود سیو هم که یکی از گزینه ها بود، ذخیره در فایل های گوشی شما خواهد بود. انشالله که مورد پسند شما قرار گرفته باشه و از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. با امید به دیدار شما در برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار.